سلام، امروز روز چهارمه. من امروز اصلا حال و حوصله مثلا درس خوندن رو ندارم، ولی از اونجایی که توی چالشیم حتما باید انجام بدم. همونجوری هم که از رنگ موهام معلومه، دیروز رفتم موهامو رنگ کردم و یه فیس فرم خوشگل آوردم. فقط اینجاش دلم قرمزشون همون نرفتم. بعد امروز صبحم زود بیدار شدم، ولی رفتم مدرسه داداشم چون کتاباشو فراموش کرده بود. رفتم کتاباشو بهش بدم. تازه الان میخوام برم روتین پوستیمو انجام بدم و یه چای فقط خوردم. بعد باید برم درس بخونم. امروز هم باشگاه هم دارم و مشتری هم حتی دارم. پس بریم برای شروع روزمون. ساعت الان 9:41 است و من تازه دارم روزمو شروع میکنم. هنوز با این موهام ارتباط نگرفتم، عادت نکردم که اینطور خودم ببینم با موهای رنگی. و الانم رفتم واسه خودم یه کافی درست کردم تو مارک جدیدم استیج و یه سری تقسیم بندی‌ها کردم که مثلا تا یه شنبه این درسو دارم اینو خونده باشم این مباحثو. نهار درست کردم. الانم نشستم این تقسیم بندی‌ها رو کردم میشم بخونم و بعدش برم دنبال داداشم. بله، باشگاه هم دارم امروز. و امروز هم نمیتونم موهامو بشورم تا فردا قراره موهامو بشورم و پس فردا هم قراره یه کاری بکنم. فعلا برم اینو بخونم. من اومدم باشگاه 3:30 باشگاه دارم. 3:24 دقیقه است. من خوب رسیدم و برم تمرین. بعدش هم مشتری دارم. خب من تازه اومدم خونه. دو تا محصول جدید گرفتم، گفتم به شما نشون بدم. اولی اسپری 2 فاز ضد حرارته که آب روغن آرگانه. من از این محصول ماسک موشم داشتم که حجم تقریبا انقدری داره و من تعریفش خیلی تو سوشال مدیا اینا دیدم. از انکارم هم که پرسیدم گفت اکثر مشتری از این برند گرفتن، راضی بودم. گفتم منم بگیرم. این اسپری ضد حرارت مثل این میمونه که شما یه چیزی دارین سرخ می‌کنین و بهش روغن نزنین، طبیعتا میسوزه. پس ببینید حرارت با موهاتون چیکار می‌کنه. دومی این روغن آرگانه که حجم زیادی هم داره. من زودتر بازش کردم، گفتم که مثلا حجمش چقدره. این دو تا محصول برنامه امروزم مونده، اونم می‌خوام برم الان انجام بدم و یه نصف بطری آب که اونم تا آخر شب اوکی کردم. من امروز الان داشتم برنامه‌مو نگاه می‌کردم، همه کارام طبق برنامه تیک خورده تا پایین. از این قضیه خیلی خوشحالم. امروز روز چهارمه، فکر کنم تا هفته بعد دیگه مثلا اوکی باشه، همه چی رو قلتک بیفتن، عادت کنم و امیدوارم تا آخر ماه همینطوری پیش بره. تا فردا میبینمتون.